ساعت 20:47 بامداد بود که صدای تق تق از پشت در اتاقش اومد. نه آروم. نه بلند. دقیق. 3 ضربه. مکس. دوباره 3 ضربه. خونه کاملا خالی بود. خودش تنها زندگی می‌کرد. اول فکر کرد توهم زده. اما دوباره تکرار شد. آروم رفت سمت در. دستگیره یخ کرده بود. انگار از داخل فریزر درآورده باشنش. با خودش گفت توهمه. حتما همسایه است. در رو باز کرد. هیچ کس اونجا نبود. راهرو تاریک. چراغ‌ها خاموش. سکوت کامل. اما وقتی برگشت داخل اتاق، نفسش بند اومد. کمد لباسش باز بود. و روی آینه با انگشت نوشته شده بود. بالا رو نگاه نکن. قلبش میخواست از سینه بزنه بیرون. آروم. خیلی آروم. سرشو بالا آورد. صدای نفس کشیدن می آمد. از سقف. چیزی چسبیده بود اون بالا. دست و پاهای کشیده. انگشتای بیش از حد بلند. و صورتش. صورت نداشت. فقط یه دهان باز. که آروم لبخند میزد. اون موجود هفته‌ها بود که اونجا بود. روی سقف. هر شب وقتی چراغ خاموش میشد پایین تر می آمد. و امشب. فقط چند سانتیمتر فاصله داشت. الانم که داری اینو میخونی. یه لحظه آروم سرتو بالا ببر. فقط امیدوارم سقف اتاقت صاف و خالی باشه.